ویدیو را تا آخر تماشا کنید و عذر زیاد که بعد یک رکلامچه خرد که اسپانسر ویدیوهای ما میباشد خبر را آغاز مینماید. диққат шахсоне ки хоҳиши бор равон кардан доранд ба тоҷикистон акнун ин фурсат фаро расид. мумкин ки ҳозир бисёри одамо бигӯянд ки граница маҳкама ё чӣ хел мебаранд. граница барои мошинҳои грузавой ҳуяй бародаро ино метавонанд ба рақамҳои рӯи экран буда занг занед даставка бепул. як замон барои бор фиристодан ба тоҷикистон азоб мекашидем. ҳамдеҳа мегуфтем кӣ меравад ки ман фиристонам. акнун ин муаммо аз байн рафт. замони мо фаро расид. шумо метавонед ҳар чӣ ки доред аз Москов ба тоҷикистон равон кунед. бо тариқи мошинҳои боркашон фура кафолат медиҳад ки борҳои шумо ба хонатон рафта мерасанд. муҳим он ки тезтар ва 100% кафолат. چشمان مستت منو دیوانه کرد، این دل عاشق شد منو ویرانه کرد. آغوش گرمت بوی عطرت با قلب خستم دل به تو بستم. نم باران یه دل آرام این قلب من با تو میشود آرام. موهاتو واکن منو صدا کن، این ترس دوری تو از من جدا کن. نم باران یه دل آرام این قلب من با تو میشود آرام. موهاتو واکن منو صدا کن، این ترس دوری تو از من جدا کن. عشقم خوش اومدی. نفهمیدم. عشقم چی شده؟ این وقت روز مشروب میخوری؟ چی میتونه باشه؟ هنوز بیکارم. ناراحت نباش خواهش میکنم. همشونم یه چیز میگن که شما از حد این کار بالاترین و نمیتونیم انقدر بهتون حقوق بدیم. لیاقت شما بیشتر از این کار است. وقتی تو رو اینجوری میبینم خیلی ناراحت میشم. اصلا حق تو این نیست. کاش حرف منو زمین نمیزدی. کاش قبول میکردی این کار رو انجام بدی. متوجه نیستی چه فرصت خوبی تو دستمونه. صحبت از چندین میلیون دلار الماسه. به آیندهمون فکر کن. این کارو بکنیم اصلا ضرر نمیکنی. ولی فکر کن اگه به الماسا برسیم زندگیمون تامین میشه، دنیا مال ما میشه. دیگه میتونیم راحت و بی دغدغه یه عمر زندگی کنیم. یه قایق میگیریم، همه جای دنیا رو میریم با همدیگه میگردیم. تا حالا شده بری خرید و قیمت چیزایی که میخوای و نخونی و بخری؟ من سوپرمارکتم که میرم حساب کتاب میکنم. این بی‌عدالتی نیست. بهار بیخیال شو. تو دیگه منو دوستم نداری. میدونی که من دیوونه تو، اما واسه همینم قبول نمی کنم. من دیگه دلم نمیخواد اینجوری زندگی کنی. اگه کار اونجوری که میخوایم پیش نره چی؟
قول میدم همه چیز همونی بشه که فکرشو میکنی. باشه بهار، امیدوارم پشیمون نشی. همه چیز عالی پیش میره. باور کن همه چیز عالی میشه. عصر بخیر. عصر بخیر. عصر بخیر. خب الان چی کار میکنی؟ میخوای بری خونه؟ اگه تعقیبت کنن چی؟ همه چیز تابلو میشه. بعضی وقتا واقعا فراموشت میشه که من پلیسم. یکم آروم باش. مراقب خودت باش. یعنی چی؟ الان از من انتظار داری که برم خونه و با خیال راحت بخوابم؟ من چندین روزه که دارم فیلم بازی میکنم. چجوری میخوای نیلوفر رو نجات بدی؟ برو زندگی عادی تو بکن، من دنبال خواهرت میگردم. چطوری؟ تو فوت و فن کارتو به کسی یاد میدی؟ مراقب خودت باش. حسین یه لحظه میای؟ حسین، مامانت سر میزه، بیا 2 کلمه با هم حرف بزنیم. ببین ملک، 5 دقیقه پیش رسیدم، خواهش میکنم حرف پول نزن. این دختره که امروز اومد یا معلم نیست یا مثل سیبل مورد داره. ای بابا، ای بابا، این حرفا رو از کجا میاری؟ تو بگو. بابا کیفشو دیدم مارکدار بود، حداقل 5000 تا پولشه. برو بابا، مگه کیف 5000 تایی هم داری؟ باور کن کفشش هم همینطور بودن. اون جواهراتش هم که دیگه. این سیبلم آدم عجیبی بود. من حتی ندیدم یه دونه دوست داشته باشه. ما که هیچ کدومشونو ندیدیم. شما این دختر اولین بار کجا دیدین؟ خوشتیپ شدی؟ ایتالیایی شدم دیگه. چطوری پسر؟ عمر، امر کارش فوق‌العاده بود. با این میشه مکالمات لطیفه رو گوش بدیم. خیلی راحت میتونیم بدونیم با کی حرف میزنه، کیو میبینه و کجا میره. ایول، دستتون درد نکنه. به نظرم زنگ بزن به دختره و بهش خبر بده. الان نه، بعدا. الان خونه است، نمیخوام استرس بگیره. ظاهرا به لطیفه خانم زیاد اعتماد نداری. حسین، این دختر خیلی عجیب غریبه. تو مجلس عزاداری یه دنیا چرت و پرت میگفت. خب باشه ملک، این دختره برام آشناست. حالا میفهمیم. حسین دیر نکنی. مرد چطوره؟ دیگه اصلا به ما سر نمیزنه. نمیدونم که، باز غیبش زده. گفت خارج از کشورم. زنگ زدم بهش، گفت چند روز دیگه برمیگردم، ولی پدر سوخته نگفت کجاست. بچه ها خیلی عوض شدن. ماها بدون اجازه آبم نمیخوردیم. زیادی اینا را آزاد گذاشتیم. لطیفه جونم، خیلی ساکتی. حالت خوبه؟ خوبم من متشکرم، ممنون. خب اصلا تعریف نکردی. روم چطور بود؟ آره راست میگه لطیفه، منم کنجکاوم. بگو گوش میدم. چرا رفتی؟ چرا اومدی؟ اونجا چی کارا کردی و اینا؟ خب بگو ما هم بدونیم. بگو دیگه. خیلی باحالی اصلی. شوخیات خیلی بامزن. برند شرکت گذاشتم واسه فروش. هنوز خریدار مناسبی پیدا نکردم. تنها شرکت هولدینگ دنیزر که سود میده اونجاست. اگه بتونم به یه قیمت مناسب بفروشمش، میتونیم از ورشکستگی خلاص بشیم و همه چی درست میشه. فروش شرکت راه حل نیست لطیفه جون. بذار من برات یه سرمایه گذار پیدا کنم. خب سهام میفروشه.
20% میفروشیم و تو هم پول میاد دستت و کارت را میفته. اون شرکت منبع درآمد خانوادگی توه. خب الان شرکت ساختمانیتون درآمدی نداره، ولی برند تو میتونه نجاتتون بده. ها؟ انشالله طاهر، انشالله. نوش جان، خوش اومدی. خوش اومدی. خوش اومدی. بفرما بشین، براش غذا بیارین. خاله زهرین، من مزاحمتون نمیشم. با لطیفه یه صحبت کاری کوچولو داشتم. باشه، بریم بیرون، بهتره یکم هوا بخوریم. دخترم تو که چیزی نخوردی، تازه اومدی، کجا میری؟ مامان جونم، موضوع کاریه. عمو طاهر ببخشید دیگه، من در مورد این قضیه سرمایه گذار بهت زنگ میزنم. خواهش میکنم، منتظرم. ببخشید طاهر، ببخشید. همه جا رو مو به مو گشتم، هیچ خبری از الماسا نیست. بهار، به کسی که چیزی نگفتی نه؟ ای بابا لطیفه جان، این حرفا دیگه چی؟ بهار ببخشید، خب گفتم نکنه یهو مجبور شدی به یکی بگی. باشه عزیزم، ولش کن. من واسه یه چیز دیگه اومده بودم. یه کارشناس مالی فوق‌العاده پیدا کردم، لونت ایناچیارو، کارش فوق‌العاده است. فقط اون میتونه شرکتمون رو نجات بده. خب بیاد. یعنی که سریع الان. بهار، میدونم اصلا حرکت من حرفه‌ای نیست، ولی باور کن اصلا وقت دیگه این عزیزم، این پسر خیلی آدم حسابیه، نگران نباش، بذار بهش زنگ بزن. الو، آقای لونت؟ بهار چینار هستم. ما الان تو ببک هستیم. گفتم اگه وقت داشته باشین شما رو با خانم لطیفه دنیزه، رئیس هیئت مدیره این شرکتمون آشنا کنم. واقعا ببخشید چون خیلی درگیر کارشونن، به زور تونستم ازشون وقت بگیرم. باشه، پس بذارین من ازشون بپرسم، بهتون SMS میزنم. خیلی خوب، باشه، خداحافظ. حله، تو بشیکتاشه، وقت داره ولی میگه شما بیام. خب یارو کارش خیلی درسته، میدونه بهش نیاز داریم، مجبوریم بریم دنبالش. باشه بهار، من واسه این شرکت به نفر نیاز دارم. اون سر دنیا هم باشه میرم. اصلی داره پدر منو در میاره، مامانم منتظره ببینه چی کار میکنم. نیلوفرم که بیا سوار تاکسیشیم بریم. معلومه مادر زنت دوستت داره. بیا. مادر زنم دوستم داشته باشه فایده ای نداره، خانمم دوستم نداره. چه خبر داداش؟ سلامتی، ممنون. تو چی کارا میکنی؟ سلامتی، نوش جان. یکی داره به لطیفه زنگ میزنه. الو، یه امانتی گذاشتیم نگهبانی از خونه. گفتم که بریم، یهو دست کس دیگه ای نگید، ناراحت میشه. باشه. ببخشید که دیر کردم. لونتینا چم؟ لطیفه دنیزر. خوشحال شدم. سلام، خوشبختم. سلام. بفرمایید لطفا. ممنون. اگه به هم بگه به لطیفه اعتماد میکنم. کجا میری؟ شاید زنگ نزنه، نمیتونم ریسک کنم. معلومه بهش اعتماد نداری چون منتظر نمون. کسی زنگ زد خبر بدیم. فعلا خداحافظ. باش، به سلامت. من تا دم در باش میرم. تو دیگه چته؟ چرا ناراحتی؟ چیده؟ خودش خونه نیست، به من میگه باید بری خونه. من دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم. تصمیممو گرفتم، طلاق میگیرم. روم زندگی میکنه، سرمایه داره، با هم کار میکنن. آدرس خونش هم پیدا کردیم. اینجا تو هتل میمونه، بلیت برگشت نگرفته.
یارو اسلحه داره. خب رئیس الان همه داره. این اسلحه رو هر کسی نمیتونه به همین راحتی بخره. یارو خیلی پول داره، هرچی بخواد میخره. اینو نمیتونه بخره. داداش باید سریع همدیگه رو ببینیم. باشه من میام اونجا. لطفه جون داری میری؟ باید برم. به نظرم هرچه سریعتر کارتون رو شروع کنیم. رزومه خوبی داریم. تعجب کردم لطیفه خانم، فکر نمی‌کردم انقدر سریع تموم شه. اگه بهار قبول میکنه به نظر من مشکلی نداره. باعث افتخار منه. اگه تو اعتماد داری من نظری ندارم. خب پس به امید دیدار. عصر بخیر. خب الان چی شد؟ چی شد عشقم؟ همه چیز طبق برنامه انجام شد. برو بابا. نه آقا جون، اصلا اجاره رو بیشتر نمی‌کنم. آقا میشه یکم سریعتر برونی؟ ترافیک خانم، اینم ماشین و مسابقه ای نیست که. چی بگم عمر خان؟ چی بهت بگم؟ ببخشید داداش، بعد موقع مزاحمت شدم. خواهش میکنم فاتح جون، خوشحال شدم دیدم. نمیگفتم عجله دارم، پرواز میکردی. آقا مظفر یه بسته برای من آوردن. بفرمایید. ممنونم. اون چیه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اونا فرستادن نه؟ نمیدونم ظاهرا. آقا لپتاپ داری؟ نه من میرم لپتاپ بیارم، تو وایسا اینجا.
لطیفه خانم، زرین خانم شما رو دید. گفتن که تو سالن پذیرایی با آقا طاهر دارن قهوه میخورن، شما هم برید. باشه الان میام هولیا. زنگ بزنم لطیفه خانم؟ نه آقا ممنون. زود باش دیگه. هولیا کجایی؟ بفرمایید. عصر بخیر، عمر هستم. با لطیفه کار داشتم. خدا لعنتتون کنه. من بهش خبر میدم. لطیفه آقا عمر اومده. دارم میام مامان. لطیفه دخترم مگه من صدات نمی کنم؟ مامان جون من خب من اومدم به لطیفه خبر بدم، اما شما چرا اومدین بالا؟ پایین منتظر لطیفه بودم، دیدم نیومد، نگران شدم، فکر کردم چیزی شده. مامان جون ببخشید، آخه یه مسئله کاری بود، واسه همین زیاد طول کشید. شما شرکت ما کار میکنید؟ نه واقعا ببخشید این وقت شب مزاحم شدم، نباید اینجوری آشنا میشدیم. عمر جانرم. از آشناییتون خوشبختم. منم مادر لطیفه هستم. من میشناسمتون. لطیفه عکستون رو نشونم داده بود. خیلی دوست داشتم باهاتون آشنا شم. شما از کجا هم دیگر رو میشناسین؟ من حافظم زیاد قوی نیست، ببخشید سوء تفاهم نشه، ولی اصلا قیافتون آشنا نیست. لطیفه جون چیزی در مورد من به مادرت نگفتی؟ اون فلش رو میدی به من؟ مامان، عمر از ایتالیا اومده، شنیده بابام فوت کرده، خواسته پیشم باشه. خدا رحمتشون کنه. ممنون. خب پس لابد صمیمی هستین. من دوست نداشتم اینجوری خبردار بشی، ولی
عمر دوست پسر منه مامان. اینجا کمیسر عمر دمیره، داداش کمیسر حسین از دادگری جنایی برای پلیس وان کار میکنه. نامزد سیبل امرچ بود. شوتش میکنم وان. البته یا میره وان یا کلا اخراج میشه. خیلی دیگه طول نرفت. خیر باشه فاتح خان، نکنه برات دردسر شده. نه رئیس، یکی دو بار خورده به پستم، واسه همین کنجکاو شدم ببینم کیه. خوب شد که فهمیدم. کاری از دست من برمیاد. این موضوع بین خودمون بمونه کافیه. این چه کاری بود لطیفه؟ اینجوری باید آشنا می شدیم؟ چرا به من خبر نداده بودی؟ مامان حق با توی، معذرت میخوام. اصلا وقت نداشتم. قول میدم همه چی رو توضیح بدم. از آشناییتون خیلی خوشحال شدم زرین خانم. ببخشید این وقت شب مزاحم شدم. بله خب اصلا موقعیت مناسبی نبود برای آشنایی. حالا که اومدین خب یه قهوه بخوریم دیگه. باور کنین واقعا مشتاقم بمونم، ولی یه کار واجب دارم. ایشالله یه وقت دیگه. هر جور راحتین. مامان جونم، منم باید با عمر برم. باید یه سری کار رو با هم انجام بدیم. لطیفه یه همیه یه زودم میری. جریان چیه؟ نمیخوای به من توضیح بدی؟ قول میدم بعداً توضیح بدم. عصرتون بخیر. به همچنین. لطیفه اومد؟ آره خانم اومد و رفت. چرا؟ نمیدونم. زرین جریان چیه؟ تونستی نگاه کنی؟ یه تصویری تو لپتاپ دیدم. چی فرستادم؟ میخواستم نگاه کنم که شما اومدین و بستمش. خب الان کجا ببینیمش؟ لپتاپو برمی‌داشتی دیگه. الان دیگه نمیتونم برگردم بالا. خب دیدی که مامان چی میگفت؟ برم بالا نمیذاره برگردم. الان دیگه در مورد دوست پسرم هم کنجکاو شدن. اگه نمیومدی بالا الان همه چی رو به راه بود. خب جای نگاه کردن لپتاپو برمی‌داشتی میومدی پایین. گفتم که نتونستم نگاه کنم. حالا مهم نیست. بریم یه کافینتی پیدا کنیم. توی ببک؟ خب شاید بتونیم. زرین جون آروم باش. برای چی اینقدر عصبانی شدی؟ چیزی شده؟ نه خیر. مگه من چه گناهی کردم؟ چرا آدم نباید به مادرش اطلاع بده؟ خب مامان تو رو خدا بگو ببینم جریان چیه؟ زرین جون امکان نداره لطیفه کاری بکنه که تو رو ناراحت کنه. بگو ببینم چی ناراحتت کرده ها؟ لطیفه بدون اینکه به من بگه داره یه کارایی میکنه. ای بابا. خانم کوچولو دوست پسر داشته. اگه یارو تصادفی نمی اومد اینجا اصلا قرار نبود آشنامون کنه. خیلی ناراحت شدم. خیلی. اصلا از لطیفه انتظار نداشتم. لطیفه دوست پسر پیدا کرده. ببخشید حالا خب کی هست؟ باید خیلی سریع هم دیگه رو ببینیم. میام نمایشگاه. فهمیدم دوست پسر لطیفه کیه. ای بابا. آخه لطیفه از این کارا نمیکنه. معمولا زود معرفی میشه. خیلی عذر میخوام. عصبی شدم. عمر با این دخترش چی کار داره؟ با من بیاین ببینم. عمر چه کاری با این دختره داره؟
منظورت چی؟ با این رفته روم نه؟ عمر چه غلطی داره میکنه بگیم ببینم. الان مثلا دارین از عمر حمایت میکنی؟ قربان تلفن زنگ میزنه، جواب بده. جانم عمر. پلی خونه ای؟ من و لطیفه یه کامپیوتر لازم داریم، اورژانسیه. میشه بیایم پیش تو؟ من خونه نیستم ولی شما میتونید برید. کلیدو گذاشتم زیر اون گل. واسه غذا دادن به کلبچه لازم میشه. شما برید، ما یکم بعد میایم. باشه ممنون. فعلا خداحافظ. ها راستی عمر، دختره میدونه خطش تحت نظره؟ خب پس به محض اینکه رفتی تو برنامه که رو لپتاپ داره کار میکنه رو ببند، وگرنه اگه گوشش زنگ میخوره صداش میاد و دختره میفهمه. خداحافظ، میبینمت. عمر بود نه؟ نه. متوجه شدم. خب پس من برم به علی آقا جریان رو بگم دیگه. پرونده رو از دستتون بگیره و علی عمر شکایت کنه بهتره. اینطوری خوبه ها؟ خب رئیس از دست من ناراحت نشو، ولی اگه میبینی یه چیزایی داریم ازت پنهون میکنیم برو فکر کن ببین دلیلش چیه. آرتا منظورت چی؟ منظور خاصی نداره قربان. تو ساکت باش. واسه چی از من پنهون میکنی آرتا؟ فکر نمی‌کنی واسه اینجور تهدید کردن و فشار آوردنات باشه؟ فکر می‌کنی هر کاری می‌کنی درسته؟ فکر می‌کنی اگه با چیزی مخالفی اون چیز حتما غلطه؟ خب داداش من یکم کمکش کن. عمر اگه نتونه قاتلو پیدا کنه دیوونه میشه. آخه معلوم نیست پشت پرده چه خبر بوده. من کل تلاشمو میکنم که نفهمه قضیه چی بوده، چون اون وقت ممکنه دیوونه بشه. مگه عمر بچه است؟ موضوع هر چی میخواد باشه. این یه آزمون واسه عمره. بذار تحمل کردن و یاد بگیره، از واقعیت و فرار نکنه. پنهون کردن راه حلش نیست. مسئله همینه. آفرین. خب دیگه برو، مثل سایه لطیفه رو تعقیب کن. چشم قربان. خب گوش میدم ببینم ارزششو داشت تا اینجا پاشم بیام. یارو انگار یهو از آسمون افتاد، نه معلومه کیه نه چی کار است. اومده بود خونه. حالا بگو ببینم این آشغالی که حتی احمدم اسمشو نمیدونست کیه؟ تحتوشو در آوردی؟ آره عمو در آوردم. اونا به من گفتن که پای پلیس نباید وسط بیاد. منم که صبح تا شبم با پلیسا میگذره. الانم که اومدم خونه یه پلیس. کسی تعقیبمون نمی‌کرد. بیا. این دختره اصلا نمیترسه که یهو یکی دیگه کلیدشو پیدا کنه؟ پلین سال‌هاست که اینجا زندگی میکنه، همه میشناسنش. در ضمن کسی اصلا نمیتونه وارد خونه بشه. فهمیدی؟ بیا بریم.
بیا دیگه. به نظر زشت نیست اومدیم خونه‌ش، آخه خودش نیست. کلبچه چه خبر پسر ها؟ نه بابا، پلی مثل خواهرم میمونه. از آکادمی پلیس تا حالا با هم دوستیم. 2 سالم وان همکار بودیم، همسایه هم بودیم. تازه از جیک و پوک همم خوب خبر داشتیم. مثل من و بهار دیگه، ما هم اینجوری. کلبچه ها؟ پسر چطوری؟ اینجا که آقا سرمایه داره. متین مطمئنی؟ مطمئنم. یه سرمایه داره که ایتالیا زندگی میکنه. در مورد شرکتش هم تحقیق کردم. تو کار خرید و فروش زنگای قیمتیه. با لطیفه هم اونجا آشنا شدم. با هم چی؟ با هم کار میکنن. پلیس هم همینو میگه. یارو برای ما هیچ خطری نداره. نباید کسی رو دست کم بگیریم متین. باید خیلی خوب بشناسیمش، چون این یارو پا شده واسه خاطر لطیفه اومده تا اینجا. این نشون میده احساساتشون عمیق و متقابله. نکنه لطیفه نتونسته خودشو نگه داره و جریانو بهش گفته. نمیدونم که شاید ازش کمک خواسته و در مورد آبجیش و پولشویی صحبت کرده. متین، من میخوام بدونم این یارو کیه و چی میدونه. نگران نباشم، تحت نظر میگیرمشون. برام آب میاری؟ چی؟ در راه رضای خدا، خیلی تشنمه. آشپزخونه اونجاست نه؟ نها. لیوان کجاست؟ باید رو میز باشه. دست در نوشه جان. ممنون. هدیه تولد بابام بود. همون شب داده بود. بیا بشین شما. ببین ندارم. ببینم میتونی بازش کنی. روی این فلش چیز دیگه ای نبود نه؟ نه. واقعا ببخشید، نباید اینجوری آشنا میشدیم. من اومد جانرم. از آشناییتون خوشبختم. منم مادر لطیفه هستم. من میشناسمتون. لطیفه عکستون رو نشون بده. خیلی دوست داشتم باهاتون آشنا شم. شما از کجا هم دیگر رو میشناسید؟ من حافظم زیاد قدیم نیست، ببخشید سوء تفاهم باشه، ولی اصلا قیافتون آشنا نیست برام.
به من دروغ که نمیگی. دروغ واسه چی؟ منم به اندازه تو تعجب کردم. نمیدونم که آخه یهو استرسی شدی. من موندم هدیه‌ای که بابام به من داده دست اونا چی کار میکنه. حالا تو میپرسی چرا استرسی شدم؟ اگه من تصادفی نمیومدم خونتون که اصلا خبردار نمیشدم همچین فلشی برات فرستاده شده. تو با من مشکلی داری کمک میکنی یا میخوای بازجویی کنی؟ اونا رو من نکشتم. من که قاتل نیستم. منم قربانیم. قبلا یه زندگی خوب داشتم، اما حالا بابا فوت کرده، خواهرم دزدیده شده، دیگه هیچی ندارم. خیلی خوب، درست میشه، گریه نه. ببخشید من خیلی بهت فشار آوردم. یه چایی بذارم با هم بخوریم؟